اینجا این برادران ما جمع شدن که دعوت کنن برای چی؟ برای که آزادی ملت ما بردم شود. همه خلق ما تاجیکان چیکار کنن؟ با خبر شوند که ملت تاجیکی ما خار شده است در شهر روسیه. نه اینکه وابسته به این نگاه کنین که هر یک برادر ما از این رژیم افطریتری بیزار است. هیچ یگان انسان این را نمیخواهد، ولی مجبور هستند که چیکار کنن؟ خب میکنن. اگر که والله خب نکنن، اگر یک سخن بزیدی این رژیم بگویند، آنها میترسن که بله به تاجیکستان چیکار کنند؟ بله به تاجیکستان رفتن به آنها خلل میرسانند. آنها باوری ندارند که حتی با ایرپورت تاجیکستان وارد شده میتوانند. شما ببینید برادران عزیز، با ما چیکار میکنند؟ برای یک سخن آزاد گفتن ما، برای یک سخن گفتن ما که ما نمیخواهیم این رژیم افطریتری را، ما نمیخواهیم این را، ما میخواهیم آزادی به ملت تاجیک، ما میخواهیم آزادی به محبوسانی که در کنج محبوس زندان شدند. شما ببینید که این جوانان همه یک علمی عالی دارند، همه مکتب میانه و انستیتوت‌های عالی را تمام کردند و اما در کجا هستند؟ در مهاجرت هستند، در مهنتکاری هستند. ما تاجیکان همه چی شدیم؟ چی شدیم؟ کی بودیم و چی شدیم؟ ما تاجیکان خار شدیم. ولی من باوری دارم که اگر یک سال دیگه یا 2 سال دیگه یا 10 سال دیگه همین خیلی دوام کند، ما ربا میشیم، ما بر این بندهان همین ملت میشیم. یک ویتنام، یک ملت دیگه که روسی را نمیداند، ما در پی دست آنها غلام هستیم. این چی تاجیکی ماست؟ برای همین ما تاجیکان چیکار کردیم؟ در این شهر اینجاها مهنتکار هستیم. اگر که پادشاه عادل می بود، میگن که در تاجیکستان هست که پادشاه سایه خداست. همین سایه خدا این را گفته می شود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سایه خدا نمی گفتند مردم. برای همین شما ببینید که هر یک جوان میبیند در اینجا چیکار میکند؟ مبدل میشود و گوش میکند در این سخنهای شیرینی که مردم در اینجا گفته ایستادند. شما دیدین که جوانانی که میگویند که اینجا کمیره هست و علی در اینجا حضور نمیشوند. از چی باره است؟ همین ترسی همین مردم درباره چیست؟ از چی میترسند و پراکنده میشوند از اینجا؟ شما خودتان میدانید که اینا میترسند که پدر و مادر دارند، زن و برادر دارند، از اینجا که و تاجیکستان که داخل شدن از ایرپورت آنها را میبردارند. شما ببینید که با ما چنان ظلم آمده است که ما نمیتوانیم یک سخن آزاد برای ملت خود بگوییم. مگر ما سخن آزاد نداریم؟ مگر دولت ما دموکراتی نیست؟ این چی دموکراتی است در دولت ما؟ مگر همچنان دموکرات هست در تاجیکستان ما؟ این قانون کانستیتوسیون تاجیکستان چه خیلی قانون است. Ulak xitoyi zo'yib bedimi bacho 500 ta qo'shar qaya shav qapdan sharif shomida qaya shav 500 ta 400 ta qasal zamonda bumoq barodar havodan ki monamish کنیم منظر برنامه سوال برادر من جواب
دنیا مثل یک بازار هر کس میخواد که موقع چه واسه کنه درسته یک بازار میل هر آدم سرت یک میکنه هر کس میخواد که خودش شو هیچ وقت بچه‌ها نمیشه اصلا در خفاف نبود بخواد معمول کنه یا که پاکستان بشنم که معمول خلاص نکنه تو خلاص بشنم که معمول آمریکا هر کس که خود چه کنه برادران برام خبر سرزم باشه فکر خاصی نکنیم که خاص که مرا نمیکنه برای برادر که سوال داشت برای چی ما در این جگه بزنیم برای جنگوی غرب، جنگوی قومی، جنگوی بلوغ نشان داد ما متحد نیستیم. کسی نخواست دفاع غرب کنه، کسی نخواست دفاع قومی کنه، کسی نخواست دفاع بلوغ کنه. برادر رو برای کمون وقت نمی‌کنیم در وطن خود بگذاریم که ما سرگرم باشیم متحد باشیم. نه وابسته که ملت چیه، دین چیه، مذهب چیه، فرق ندارد. تاتار روسی خرید کسی هست نیست پاکستانی. باید یک گپ دیگه در بین کنم باشه، ملت چی که هر چیزی باید نباشه. همون وقت ما میتونیم که همون وقت ما میتونیم که سرگرم باشیم که جانشون بتیم متحد بعد شکل حرکت پیشنهاد میشه ما ببینیم که تیاریم ما ببینیم که هست ما میام چیکار کنیم حرکت خود گرم نداره خودتون همه ببینیم مثلا یک سوال بده من به همه بده سوال بدم کی میدونه کی میتونه به هم تفکری برای